ملت به خاطر اعتراض نباید کنیم. کسی گفته بود که ما سرکوب میکنیم اگر 2 مرتبه اعتراض بشه به بسیج نسبتش بود. سرکوب ملت کار نادرست. بسیج بره در من مردم بپرسه مشکلات مردم چیه، درد مردم چیه. واقعا این مردم برای امریکا کشته شدن، واقعا چشمشون رو برای امریکا از دست دادن، واقعا توی زندانم برای امریکا اینا رفتن افتادن، برای اسرائیل رفتن، برای اروپا. یعنی مشکل دارن. اگر برای اسرائیل و امریکا شما حرفشون هیچ قبول نکنید، ولی این مردم گرسنه، این مردم تحقیره، این مردم با بنبست رو بروه، شما حرف اینا رو گوش کنید.